مشترکین و بینندگان محترم کانال رسانه هایک، درخواست‌های زیادی وجود دارد که فیلم‌ها و برنامه‌های ما برای تماشاگرانی که روسی و ارمنی بلد نیستند به زبان‌های دیگر برایشان فراهم شود. ما قبلا چندین فیلم به زبان انگلیسی ساخته ایم. حقیقت باید به زبان‌های مختلف منتقل شود. و امروز ما شروع می‌کنیم مجموعه‌ای از فیلم‌ها و برنامه‌ها را از زبان همسایه‌های خوبمان، زبان فارسی با تیترهای روسی شروع کنیم. ما با مهربانی از شما می‌خواهیم که در انتشار پروژه‌های ما کمک کنید. ما به اشتراک‌ها، لایک‌ها و نظرات شما نه برای غرور، بلکه برای ترویج حقیقت و مبارزه با جهل‌های تاریخ منطقه خود نیازمندیم. با تشکر از همه شما. آذربایجان قبل از 1918 چگونه بود؟ بینندگان آذربایجانی ما اغلب ما را به دلیل دقت زیاد سرزنش می‌کنند و می‌گویند چرا می‌گویید آذربایجان قبل از سال 1917 وجود نداشته است. او هم قبلاً وجود داشت. امروز تصمیم گرفتیم عدالت را احیا کنیم و از آذربایجان تاریخی بگوییم. گذشته از همه اینها شما باید تاریخ همسایگان خود را بدانید. البته آذربایجان قبل از سال 1918 در نقشه‌ها وجود داشته است، فقط در داخل پارس. همانطور که برای مثال کوبان تا سال 1918 به عنوان بخشی از روسیه وجود داشت. لئونید کانستانتینویچ آرتامانوف به ما در گفتن این موضوع کمک می‌کند. ژنرال و جهانگرد روسی شرکت کننده در جنگ‌های روسیه و ژاپن و جنگ جهانی اول. ژنرال آرتامانوف بارها و بارها برای اهداف شناسایی سفر کرد به مناطق مرزی ترکیه، پرشیا، افغانستان. لئونید کانستانتینویچ آرتامانوف نویسنده کتاب آذربایجان شمالی که در سال 1890 در تفلیس منتشر شد. بیننده ما خواهد پرسید چرا آذربایجان شمالی؟ پاسخ ساده است. آذربایجان یکی از استانهای شمالی ایران بود و در جنوب رود آراکس قرار داشت. از این رو آن را شمالی نامیدند. اما بهتر از حرفها را از خود ژنرال و دانشمند آرتامانوف بدانیم. بنابراین در پایانی سال 1889 به دلیل شرایط رسمی من توانستم از طریق استان شمالی فارس به نام آذربایجان سفر کنم. این نام معمولاً برای اشاره به قسمت شمالی غربی پارس به کار می رود. آذربایجان 1/16 کل پارس را در اختیار دارد و 20% از کل جمعیت پارس را تشکیل می دهد. جغرافیای آذربایجان تاریخی. مهمترین مراکز تجاری، اداری و نظامی در شمال آذربایجان می باشد. شهر تبریز برای کل استان، شهر اردبیل در قسمت شرقی آن و شهر خوید برای غرب آن. در شمال آذربایجان در مجموعه 600 ورست با موارع قفقاز ما در ارتباط است و مرز از کوه آرارات تا رود کاراسو می رود. شاخه باطلاقی آراکس و سپس در امتداد آخرین پست کاردالینسکی و از اینجا در امتداد موگان تا پاسگاه گمرکی بلیاسور و بیشتر تا جنوب. در جنوب در امتداد خط الرأس اصلی کوههای تالشین و در منطقه لنکورانسکی. در آذربایجان غربی با کردستان ترکیه هم مرز است. در شرق با استان فارس گیلان و در جنوب توسط استانهای عراق اجمی و لرستان. از مطالب ارائه شده مشخص است که استان تاریخی آذربایجان مطلقاً با مرزهای جمهوری آذربایجان مدرن مطابقت ندارد. آذربایجان تا سال 1918 از نظر جغرافیایی در جنوب رود ارس در ایران قرار داشت و اکنون نیز هست و ربطی به ماورا و قفقاز ندارد. با تقسیمات اداری آذربایجان آشنا شویم. آذربایجان برای سهولت اداری به 16 استان تقسیم شده است و این آخری‌ها در محلات مانند شهرستان‌ها هستند. از شمال شرقی این استان‌ها به این ترتیب هستند: نامینخانات، استان اردبیل، استان کارداغ، استان سربستان، خانات هرگر، استان ماراند، استان خوی، خانات ماکو، استان تبریز، استان میانه، منطقه خلخال، استان ارومیه، استان ماراگه، منطقه سینکلم، منطقه انگورام، منطقه تخت سلیمان. 16 منطقه‌ای که آذربایجان را تشکیل می‌دهد با منطقه مدرن جمهوری آذربایجان مطابقت ندارد و حتی بیشتر از آنها شهرهایی که امروزه رهبری جمهوری آذربایجان به آنها ادعای ارضا دارد شامل نمی‌شود. ما نمی‌بینیم که دربند، ایروان، بورچالی و دیگر آن قلمروها آذربایجان تاریخی را تشکیل می‌دهند. درباره ترکیب قومی استان فارس آذربایجان. جمعیت آذربایجان از 3 ملیت اصلی تشکیل شده است. تاتارهای ترک به طور کامل فضای شرق خط معدن را پر می‌کنند.
دریاچه ارومیه سوچبولاق به میزان بسیار کمتری نیز در غرب این خط رخ می‌دهند. در بخشی بی‌تحرک که تقریباً 2/3 این ملت را تشکیل می‌دهند، تقسیمات کوچکتر به قبایل اهمیت خاصی ندارد و در بعضی جاها پاک شده‌اند. ویژگی قبیله‌ای تنها در میان عشایر به شدت مشهور است. کردها منحصراً در نوار مجاور مرز ترکیه زندگی می‌کنند. تقریباً همه آنها عشایر هستند و به طوایق و جوامع زیادی تقسیم می‌شوند. پارس زبانان عمدتاً جمعیت شهرها و قصبه‌های بزرگ را تشکیل می‌دهند. ملیت‌های کوچک آذربایجان از اهمیت بیشتری برخوردارند. ارمن‌ها عمدتاً در شهرهای تبریز و اردبیل و فقط در گروه‌های خاصی از روستاهای قره داغ زندگی می‌کنند. ترکیب مذهبی آذربایجان. آذربایجان استانی منحصراً مسلمان است. اینها عمدتاً ترک و تاتارهایی هستند که شیعه هستند. کردها سنی هستند. مسیحیان هم ارمنی‌ها، آیزورها، کلدانی‌ها، شیعیان همونطور که توضیح دادم. عمدتاً تاتارهای ترک مسیحی آنها را تحقیر می‌کنند. اما آنها به ویژه از هم ایمانان خودکردها متنفرند به خاطر اینکه آنها سنی هستند. در پایان فیلم علمی عامه پسندانمان بر اساس کتاب یک ژنرال روسی از کتاب خودمون اضافه می‌کنیم. از مطالب فوق مشخص می‌شود که هیچ ملیت و قومیتی به نام آذربایجان وجود نداشته است. این واژه را می‌توان در برخی منابع برای اشاره به کل جمعیت استان آذربایجان ایران به کار برد. جمعیت ترک تاتار اکثریت این استان را تشکیل نمی‌دادند. جمعیت شهرهای بزرگ اصلی فارس‌ها بودند. برای ما مشخص نیست که رهبری جمهوری آذربایجان و نمایندگان مردم آذربایجان بر چه اساسی ادعاهای سرزمین مضحکی را برای مردم بومی منطقه داشته باشند. سرزمین لرگین، ارمنی، گرجی و تالشی را مال خود می‌دانند. این افراد وقتی این را می‌گویند به چه چیزی اشاره می‌کنند؟